میخوای از یک آدم عادی تبدیل بشی به یک ادمین حرفه‌ای یوتیوب که بتونه درآمد میلیونی بسازه؟ پس اینجایی که اومدی درسته. من علی چمپیونم، اینجام کانال ادمین طلاییه. من 0 تا 100 بهت یاد میدم که چطور یک کانال رو بتونی مدیریت کنی، چطوری تولید محتوا کنی، چطوری ادیت بزنی و محتواتو بتونی سئو کنی و در نهایت بتونی ازش کسب درآمد کنی. پس با من همراه باش. سلام، من به تو یار قدیمیم. من دوباره میخوام یه معرفی کلی از خودم بکنم و بگم اصلا تجربه‌ام تو زمینه آموزش ادمینی چیا هست. من علی چمپیونم، حدود 8 ساله در زمینه آموزش تولید محتوا، آموزش کوچینگ ادمینی و خود ادمینی و حتی آموزش ادیت، تیم سازی، مذاکره، فروش، تبلیغات و کلا در حوزه تولید محتوا من دارم 8 سال آموزش میدم و قبلش هم ادمین بودم و تجربه‌ای دارم که یک ادمین باید داشته باشه. حدود 1 سال تا 1 سال و نیم توی این اینستاگرام ادمین بودیم. یه سری تیم سازی کردیم که بعد تو ویدیوهای بعدی بهتون میگم که اصلا تیم سازی چیه، اون اصول مذاکره با کارفرمای چیه، اینا رو کامل براتون میگم. همه ابزاری که یک ادمین نیاز داره رو تو این کانال بهتون آموزش میدم. شاید براتون جالب باشه من اولین پروژه‌مو چجوری گرفتم. من اینستایی که شروع کردم آموزش دیدم از اساتید معروفی که تو اینستا تو 2 سال پیش معروف شده بودن. تازه من دوره گرفتم و دورهاشون رو دیدم. دورهاشون هم واقعا گرون قیمت بود و واقعا هم ارزشمند بود. کار ندارم. حالا هر دوره یه سری عیبا داره که از حق نگذریم. عیبم داشت ولی خوبیاش بیشتر از عیبش بود. من اولین پروژه‌مو اینجوری گرفتم. شروع کردم به تولید محتوا. اون چیزایی که یاد گرفته بودم تو همون آموزشه، هر چی یاد گرفته بودم یه سری نمونه کار برای خودم ساختم، برای خودم طراحی کردم، دلی زدم و اینا رو توی یه پیج آپلود کردم و کارفرمای زیاد اومدن استقبال کردن و درخواست دادن برای ادمین شدن. خودشون اومدن درخواست دادن برای ادمینی. بعدش که ادمین رو شروع کردیم، چند تا کانال بزرگ گرفتیم و شروع کردیم تیم سازی کردیم و ادمینا رو جایگزین خودمون کردیم و از قبل این تیمی که ما ساخته بودیم به درصدی بهمون میدادن. حالا کامل براتون میگم قضیه تیم سازی خیلی قضیه مفصلیه که یک پلیلیست کاملش رو براتون بگم. بعدش که شروع کردم ادمینی رو یاد گرفتم و ادمینی رو داشتم کار میکردم باش و درآمد داشتم ازش. خیلی از اینایی که میخواستن ادمین بشن اومدن گفتن که آره چجوری این کارو کردی، چطوری ادیت زدی، چطوری اینجوری کارفرما گرفتی، چطوری این پست اصلا طراحی کردی. کلا این چطوریا شد که یه جرقه‌ای تو ذهن من بزنه که من بیام یه پکیج آماده کنم برای اینایی که میخوان آموزش ادمینی یه مقدمه، یک فونداسیون ببینن. در حد یه فونداسیون، در حدی که کار با اون اپلیکیشن رو بلد باشن، کار با اکسپلورر رو بلد باشن، هشتگ گذاری رو بلد باشن، پست گذاری رو بلد باشن، تیم سازی رو بلد باشن. یه سری چیزایی که من خودم تجربی کسب کرده بودم اومدم به صورت یه دوره ارائه دادم. اومدم برای کسایی که به این دوره احتیاج داشتن، اینایی که می‌خواستن ادمین بشن، اینایی که دانشجو بودن نمیتونستن بیرون کار کنن، خانم‌های خانه‌داری که نمیتونستن بیرون کار کنن، کارمندایی که حتی نیاز به شغل دوم داشتن، اومدن از این پکیج استفاده کردن. اون دوره منو دیدن و خدا رو شکر اون روزم من خیلی رضایت داشتم، چون اولین دوره‌ها بود، جزء اوایل دوره‌های ادمینی بود که قبلش هم خانم مجیدی نژاد نمیدونم خیلی های دیگه شروع کرده بودن، ولی خیلی تخصصی من کار کردم و تمام تجربه گفتم براش. پس این شد ایده اولیه‌ای که من شروع کردم چطور کانال ادمین طلایی و پیج ادمین طلایی و که بعد رفتم دیدم این اینستاگرام اشباع شده، رفتم تو زمینه ایتا، اونجا شروع کردم فعالیت آموزش ادمینی و خدا رو شکر جزو اولین نفری بودم که آموزش ادمینی رو داشتم تدریس میکردم. خدا رو شکر خیلی خوب بود. کمپینایی که میفروختیم خیلی عالی بود، دوره میدادیم، ارائه، مشاوره، کوچینگ. یوتیوب از کی استارتش خورد توی ذهن من، کی جرقه‌اش خورد؟ وقتی که اومدیم توی پیام رسانه ایتا کمپین خیلی خوبی داشتیم برگزار میکردیم، خیلی عالی داشت پیش میرفت تا یکی اومد ایده ما رو دزدید و تبلیغات گسترده انجام داد و این شد بزرگترین رقیب ما و دیدیم که یوتیوب کسی نیست که به صورت نیچ مارکتینگ یا تخصصی بتونه که این موضوع ادمینی رو آموزش بده.
گفتیم بیایم توی یوتیوب ببینیم پتانسیل یوتیوب چقدر. خب مسلما کانالای یوتیوب دارن زیاد میشن، چنلای یوتیوب دارن زیاد میشن و کسی دیگه وقت نمیکنه که کارهای سئو سازی، آپلود محتوا و نمیدونم تگ گذاری، تایتل نویسی، ادیت تامنیل، ادیت عکس، ادیت ویدیو، اینا رو دیگه مسلما وقت نمیکنن انجام بدن و اینا مجبورن بیان ادمین بگیرن، یه ادمینی که بتونه همه این کارا رو انجام بده. این شد کانالی که ما تو ایتا بزنیم بیاریمش توی یوتیوب و بتونیم توی یوتیوب هم آموزش بدیم و مختص خود یوتیوب و پلتفرم‌های دیگه. ما حتی غیر از آموزشایی که داخل یوتیوب میدیم و مربوط به یوتیوب هست، شاید آموزش‌های مربوط به اینستاگرام، شاید مربوط به تلگرام، ایتا و کلیه پیام‌رسان‌های داخلی خارجی، همه رو بتونم براتون بزنم که بدونید ادمینی هیچ کدوم فرق نداره. بیس کارش یکیه، فونداسیونش یکیه، فقط نحوه کار با پلتفرم فرق داره. کانال ادمین طلایی کانالیه که به تو آموزش میده از 0 تا 100 محتوا سازی، آپلود ویدیو، سئو کردن ویدیو توی یوتیوب، تامنیل زنی، ادیت ویدیو، ادیت عکس، همه اینا رو قراره 0 تا 100 بهتون تو این کانال آموزش بدم. هیچ آموزش رو از دست ندین. تمام آموزش‌ها مهمن، تمام آموزش‌ها ابزارهایی هستن که یک ادمین باید اونا رو یاد بگیره. کسی که ادمینی رو بلد باشه میتونه از یوتیوب کسب درآمد کنه، خودش بیاد کانال بزنه. اصلا ادمینی نیاز نداره خودتون بیاد کانال بزنید. شما به طور غیر مستقیم دارین با اون کانال یا یوتیوبر دارین کار میکنین. شما یه سری آموزش‌ها میبینین، فول میشین تو این زمینه، تو زمینه آموزش ادمینی فول میشین و بعد میایین از قبل این فول شدن تو آموزش‌ها میایین ادمینی یه کانال دست میگیرین و اون یوتیوبر بر اساس تلاشی که دارین شما، بر اساس فعالیتی که دارین، بر اساس کاری که انجام میدین حتی روی کانال طرف به شما حقوق میده. حالا چرا ادمین یوتیوب؟ یوتیوب یکی از پولسازترین پلتفرم‌های دنیاست. پلتفرمی که شما میتونید با ادمینی از خود یوتیوبر بیشتر درآمد داشته باشید. یه کامل براتون میگم. حالا چرا میگم پولسازترین پلتفرم دنیاست؟ چون بر اساس دلار کار میکنه. چیزی که الان بر اساس دلار کار کنه به نفع همه ماست. ایران ریال در میاریم، ریال خرج میکنیم. حالا اگه بیایم دلار در بیاریم، ریال خرج کنیم، خیلی بهتر میشه. مسلما 10 برابر جلو میافتیم. ادمینی نیاز نداره شما برین جلوی دوربین بشینید و کارهایی که یک یوتیوبر انجام میده رو شما انجام بدین. برین بیرون ولاگ بگیرین، برین اونور مصاحبه بگیرین، اصلا نیاز نیست. اصلا یوتیوبر دیگه نیاز نداره که کانال مدیریت کنه، بلد باشه اصلا کانال مدیریت کنه، تامنیل بزنه، ادیت بزنه. کلا کارهایی که یک ادمین انجام میده رو نیاز نیست یک یوتیوبر انجام بده. یوتیوبر وظیفش اینه که یه ویدیو خام تولید کنه بده دست ادمین دیگه کارش انجام بده. اگه این مسیر به دردت میخوره و میخوای یوتیوب رو قورت بدی، من بهت پیشنهاد میکنم همین الان کانال رو سابسکرایب کن، زنگوله رو بزن که هر نوتیفی از سمت کانال ادمین طلایی برات اومد از دستش ندی. هر هفته 2 یا 3 تا آموزش جدید داریم که همه آموزش‌ها چون توی یوتیوب نیستن همشون کاربردیان. یادت باشه اینجا همه چیز ساده و کاربردیه. هیچ آموزشی رو از دست نده اینجا. چون هدف من فقط اینه که تو رو از یک آدم عادی به یک ادمین حرفه‌ای تبدیل کنم که همون ادمین طلاییه. تلاش کن، تلاش کن. یا حق.